بیافتادم. اینا به من بدی نکردن، خیلی به من خیلی خوبی کردن، خیلی خدمت کردن، هنوزم خدمت میکنن. ما از اینا هیچ بدی ندیدم. خود گریه نکردم ولی اینا هر دونه از اینا برای من گریه کردن. من طوری ساخته بودن مثل یک ربات که فقط دستور میگیرم میکشتم. ولی الان اینجور نیستم. تا برارم میگه بودو این کار کن، فقط میگم به چشم. مشکل ندارم. دین مسلمانی را دوست دارم، چرا که دینی است که در قبلا آخرتی وجود نداشت برای من، ولی حالا آخرتی وجود داره. زمانی که این بخش بگیم برای ما که از آمریکا آمدین و به بگرام آمدین، به عنوان چی آمدین اونجا، چی وظایف اجرا کردین، چی زبانهای بلد هستین، همون سرگذشت دوران وظیفه خور برای ما بگیم. ما شغل اصلی ما کماندو اسپیشال فورس بود، تک تیرانداز هستم، بعد ساختمان بلدینگ ساز هستم. زمانی که یکی از اندیوالان قاری حفیظالله که استشهاد کرد در بگرام، نزدیک به 22 الی 23 نفر آمریکایی را مردار بکرد، ما هم خودم زخمی شدم هم او از شهید بشد. زمانی که من به شهید بشدم شاید باور نکنی، در یک خانه بودم که طرف قلعه فتح‌الله بود. یعنی روزگارم به جایی رسیده بود که بدن من کرم زده بود. میفهمی؟ کرم زده بود. روی زیر پای من پلاستیک بود، روی من پلاستیک بود، چرا که تداوی من مخفی تداوی میشدم. طوری شده بود که از اینجا کرم بیرون میشد، از شکم کرم بیرون میشد، ما نمیفهمیدم. بندیوالم میگفتم یک چیز منو میخوره ولی نمیفهمیدم. صاحب او خانه یک زن بود و یک مرد بود. زمانی که می اومد نان خشک مینداخت که شاید از 10 روز بود، از 20 روز بود، که همینطور پرتو میکرد، ما حرکت نمیداد، چرا که دستام قلف بود. تا زمانی که من به راه افتادم 2 سال یعنی طول کشید. یعنی به خاطر نان مثل سگ من سینه خیز میرفتم، نان به دهان میگرفتم میخوردم. این تو روزای رو دیدم. زمانی که سر پا شدم، ورزش های خود شروع کردم، دوباره فیزیک تراپی شدم، به راه افتادم، دوباره به راه افتادم، برم زیر پل سوخته به مواد آغشته شدم. چرا که گفتم اگر آمریکایی ها منو پیدا بکنه یک خائن هستم. چرا که زمانی که اندیوالم اونا رو بکشت منم در جریان بودم. امیر به ما بگین، دقیق نفهمیدیم، شما در جریانی که در بگرام اینا کار میکردین اونجا با او قاری شما اندیوال شدین وقت؟ خب او اندیوال ما بود، مثلا در یک اتاق بودیم 4 نفر بودیم، او سرکرده ما بود. شما اونجا زندان بودین؟ نه، در بیس بگرام زندان است. ما قسمت بندی خانه داریم، قسمت انجینری داریم. زندانه که در اونجا ساخته میشه ما می ساختیم. ما شغل ما قاری باز چه کار بود اونجا؟ او مثلا سرکرده ترجمانه ما بود. در این حال استشهادی بود.